وزیر داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان قادرند تا به هر نوع حملات از سوی مخالفان مسلح در زمان مناسب آن پاسخ بگویند. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفان مسلح توانایی مقابله با این نیروها را ندارند. اینایی که خود دشمنای مردم افغانستان، دشمنای صلح، ثبات و بشریت میدانند، توانمندی از این ندارند که حکومت افغانستان به سقوط مواجه کنند. یعنی 1% هم در اینجا این دلایل شواهد وجود نداره که بگوییم اینا قطعا، اما میتونن که اهداف شوم خود توسط مینگذاری، توسط انتحاری، توسط ترور، توسط ازی که بتونن در اونجا یک انسان بیگناه را گویا صدمه برسانه، این موارد شد. روز به روز امی پلانای دینام در اینجا خنثی میشه. این سخنان یک شب پس از یک حمله انتحاری و تهاجمی بر یک مهمانخانه در ساحه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل که تلفات در پی نداشت ایجاد شده است. گفته می شود که در این حمله که سوی 4 مهاجم مسلح شب چهارشنبه صورت گرفت به هیچ فرد آسیب نرسیده است. این حمله که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند، دهمین حمله از این نوع در حدود 2 هفته گذشته در شهر کابل بوده است. وزیر داخلی افغانستان گفته است که این حمله به گونه مناسب مهار شده است. در این حال در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تقبیه این حمله از پاسخ سریع نیروهای امنیتی در برابر آن ستایش کرده است. آگاهان امور روی جلوگیری از وقوع حملات انفجاری و انتحاری تاکید می‌کنند. آنان می‌گویند در صورتی که نهادهای استخباراتی در کشور تقویت کردند، این اطمینان حاصل خواهد شد که از چنین حملات به سادگی جلوگیری می‌شود.